سلام. اخیراً پولیتیکو که یک منبع خبری شناخته شده در آمریکا و اروپا است، یک خبر خیلی جالب و قابل توجهی در مورد ایران منتشر کرد. تاریخش 26 ژوئیه، یعنی 4 مرداد 1404. بهتر مستقیم بریم و قسمت اصلی این خبر رو در اخبار سیمای آزادی ببینیم. رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران میگوید حداقل 50,000 نفر از مقامات داخل دولت حاکم و نیروهای نظامی ایران در پلتفرم امن ایجاد شده برای هماهنگی سرنگونی دیکتاتوری تهران ثبت نام کردند. او در گفتگو با پولیتیکو اظهار داشت که تعداد این افراد هنوز باید به طور کامل تایید شود، اما تیم او در حال برقراری ارتباط با عناصر کلیدی در نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی ایران است که می توانند نقشی بالقوه در سرنگونی ولی فقیه علی خامنه‌ای و تلاش برای ایجاد یک دولت سکولار جدید ایفا کنند. پهلوی که حامیانش او را ولیعهد ایران مینامند، در مصاحبه تلفنی گفت 10,000 نفر آخرین برآورد حداقل بیش از 50,000 نفر است، شاید بیشتر. او افزود هر هفته تعداد بیشتری اضافه می شود. واضح است که باید داده ها را تحلیل کنیم. این یک فرایند دشوار است و زمان بر خواهد بود، اما نشانه ها بسیار قوی هستند. ما پاسخ فوق‌العاده‌ای دریافت کرده ایم و البته اولویت اصلی را به عناصر کلیدی در بخش‌هایی که ذکر کردم می‌دهیم. پهلوی خود را به عنوان رهبر انتقال ایران به دموکراسی در صورت فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی معرفی کرده است. منتقدان او میگویند که او در طول 46 سال تبعید خود تلاش کافی برای متحد کردن گروه‌های مختلف مخالفان ایرانی انجام نداده است. برخی معتقدند که به عنوان عضوی تبعیدی از آخرین خانواده سلطنتی ایران، او فرد مناسبی برای به دست گرفتن دوباره قدرت نیست. بله، بچه شاه تو مصاحبه با روزنامه پولیتیکو خبر از پیوستن بیش از 50,000 نفر از جدا شده های سپاه و بسیج و اطلاعات به سامانه همکاری ملیش داد. اونم نه عناصر پایین، بلکه عناصر کلیدی. یعنی ما باید باور کنیم که ظرف یک ماهی که گذشته 50,000 نفر اومدن QR کد زدن، الو من از فرماندهان سپاه سارالله هستم، الو من از سپاه قدسم، الو من از حفاظت بیت هستم. خب چیکار میتونم براتون بکنم؟ هیچی. من فراخوان همکاری ملی شما رو به اطلاعاتی ها و سپاهی ها و بسیج که واقعا یک شاهکار بود دیدم و با سر دویدم خدمت شما. ساواکی هم که از قبل با آقای ثابتی در خدمت بودند. حالا دیگه ما چیزی کم نداریم، چه برای فرار زندانی ها با اتوبوس مجانی در تپه های اوین و چه برای قتل عام با مغیثه و رازینی. یادشون بخیر. مبارک، خوش اومدید. به همین سادگی. ببین، تو یا 50,000 رو نمیدونی چند تا میشه، یا کنده شدن از سپاه و اطلاعات و بسیج رژیم نمیدونی چیه. 50,000 ظرف 30 روز یعنی روزانه بیش از 1600 نفر. بعد اگر تو 24 ساعته کار کرده باشی میشه ساعتی 67 نفر. یعنی هر دقیقه باید بیش از 1 نفر از مقامات کلیدی یا قفلی رژیم ولایت پریده باشه توی ساواک اعلیحضرت. در حوزه ریزش حداکثری پیشرفت‌های بسیار خوبی انجام شده است و ریزش مقامات عالی رتبه با دقت، امنیت و جدیت در حال انجام است. خودت فهمیدی داری چی میگی؟ ریزش در حال انجام است؟ یعنی چی؟ مگه ریزش اونا رو تو انجام میدی؟ مگه پرتقالی که داری میچینی؟ نکنه که تو شیر زدی توی اونا؟ امروز به لطف این فعالیت‌های هدفمند ما به ساختار درونی حکومت اشراف بیشتری داریم. همچنین در درون این ساختار با نیروهایی در ارتباط هستیم که فرایند سقوط جمهوری اسلامی را تسریع می‌کنند و البته همزمان پایگاه بزرگی از داده را در اختیار داریم. این پایگاه داده برای اداره فرایند گذار نقش مهمی بازی خواهد کرد. دیدی چی شد؟ اولا یک پایگاهی از داده ها پیدا شده در اطلاعات و سپاه رژیم برای اداره فرایند گذار. چشم مردم ایران روشن. در ثانی، فرایند سرنگونی تا به حال پشت راه اندازی این سامانه مونده بود. الان دیگه همه چی حل شده.
دیگه فرایند سرنگونی هم داره تسریع میشه و گذار هم داره اتفاق میفته و دیگه نیاز نیست کسی کاری بکنه، به شرط اینکه کسی شلوغ نکنه، مخصوصا این مارکسیست اسلامی های منافق. شاه میگفت مارکسیست اسلامی، شیخ هم میگفت منافق. The Marxist organization which has a label of Islamic Marxists. This is something quite new. منافقین اسلام راستین میخواند، نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه. شما هم همون منافقین هستید. برگردیم به وعده‌های سرخرمن در مورد اینکه رژیم شیخ یهو ریزش میکنه، میریزه توی دامن بچه شاه. پلتفرم در واقع ریزش که اینقدر ازش استقبال شده، خب این باید به ملت ما این اطمینان رو بده که وقتی که زمانش برسه که به میدان بیان، در درون دستگاه دولتی و امنیتی و اینها کسان بسیاری هستن که همدل اونها هستن، اونها وارد عمل خواهند شد. پس طرف استراتژیش برای سرنگونی روی همین QR کد سوار شده. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاریش روی نیروهای امنیتی همین رژیمه. اینکه این مردم میتونن در برابر این رژیم بایستن و قیام کنن رو که این اصلا قبول نداره. شما هیچ نظام دیکتاتوری رو نمیشناسید که به خودی خود از پا در اومده باشه بدون که یک جا جامعه بین‌المللی از مردمانی که زیر چکمه این حکومت‌ها له میشن به نوعی بهشون کمک نکرده باشن. و فکر کنم این توقعی است که مردم ایران دارن، اگر میخوان با کمترین هزینه ممکن این تغییر در ایران رخ بده، بگن خودشون تک و تنها چجوری میخوان از پس این نظام بر بیان. چون خودش توی دستگاه بی هزینگیه، استراتژیش هم همینه که میگه مردم شما که زورتون به این رژیم نمیرسه، شما نمیتونید کاری کنید. نتیجه این که باید همین وضعیت که هست رو بپذیرید تا یک کشور خارجی کاری براتون بکنه و سپاه و بسیج QR کد رو بزنن بیان سمت من. بعد از الان هم خیلی نگران وضعیت آینده این نیروهای امنیتیه و هواشون رو حسابی داره. مدام براشون تبلیغ میکنه که اگر همین رژیم سرنگون شد شما طوریتون نمیشه ها، شما شغلتون رو خواهید داشت، درآمدتون حله. توی همین جلسه اخیرشون توی مونیخ چند نفر رو آوردن که مثلا برنامه‌های آینده بچه شاه تو این زمینه رو توضیح بدن. پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامه دولت گذار برای حفظ امنیت داخلی، کنترل بحران‌ها و مدیریت نیروهای نظامی در 180 روز اول یا همون دوران اضطرار چیه؟ یعنی از همون هفته اول، شاید همون هفته اول، یک فرماندهی امنیتی موقت به وجود میاد. ترکیب اعضای این فرماندهی افسران حرفه‌ای، غیر سیاسی، غیر ایدئولوژیک و ملیگرا خواهند بود که همچنین موازی با این نهاد یا این فرماندهی یک سری کمیته‌های راستی آزمایی فعال میشن برای چک کردن سوابق افرادی که توی سازمان‌های امنیتی و یا نیروهای مسلح هستند. کسانی که سابقه سرکوب ندارن و یا صلاحیت‌های حرفه‌ای و فنی دارن، بعد از اینکه بازآموزی میشن و صلاحیتشون چک میشه، میتونن به ساختارهای جدید بپیوندن. معلومه که راستی آزمایی و تحقیقات در این باره هم دست رئیس تحقیقات ساواک همایونی یعنی پرویز ثابتیه. اگرم یه وقت تا اون موقع مرد، نگران نباشید، اطراف بچه شاه تا بخواید ساواکی و اطلاعاتی و حتی نوچه‌های لاجوردی وجود داره. پس اینجا هم همه چی با یک برنامه آموزشی درست میشه. یعنی این جونورهایی که توی خیابون دختر و پسر ملت رو لت و پار میکنند، یه دوره آموزشی براشون میذارن، همینها رو دوباره میندازن به جون ملت. جنایت‌های اینها رو هم میخوان با یک QR کد زدن ماله بکشن بره. بودو آفرین، بودو هی بود سرشو کوبیدن به ماشین.
ولی در عمل این آمار 50,000 که داده بود تا یک فیلی هوا کنه و از هیچ برای خودش قدرت بسازه و توجهی رو به سمت خودش جلب بکنه، هیچ خریدار جدی پیدا نکرد و بیشتر اون رو مضحکه کرد. درست مثل لایک های کیلویی که برای کسی اعتبار نمیاره. دوستان عزیز، یه نکته زیبا، اون تایمی بود که اینترنت ملی بود و ما ایرانی‌ها حتی یه دونه گوگل نمیتونستیم باز کنیم، چه برسه سایت هایی که فیلترن. این شازده تو توییتر همچنان پستاش 60,000 تا لایک میخورد مثل قبل. خب ما که نبودیم لایک کنیم. لایک ها مال کیه؟ آقا رضا. یو چقدر بد شد. حالا بریم سراغ یکی دیگه از ادعاهای دروغین بچه شاه که توی صحبتاش توی مونیخ روش خیلی تاکید داشت. من 45 سال است که نه برای منفعت شخصی و قدرت که برای نجات ایران مبارزه کردم. آقا تو فقط به من بگو که تو از مبارزه چی کارشو کردی؟ تو بگو تو این 45 سال تو چه هزینه‌ای برای مبارزه دادی؟ چه سختی‌ای کشیدی؟ چون مبارزه که بدون هزینه نمیشه که. اگر هم هزینه‌ای ندادی، هر غلطی که کردی اسمشو دیگه مبارزه نذار. بعد ثانیاً تو این 45 سال تو به من بگو چه دستاوردی داشتی؟ چه خطری برای رژیم ایجاد کردی؟ کدوم ضربه رو به رژیم زدی؟ یه دونه رو نام ببر. دوتا نه ها، یه دونه شو. ولی از اون طرف خدماتی که در این سالیان به رژیم رسوندی توی کارنامت موج میزنه. اونقدر که وزارت اطلاعات به آقای هاشم خواستار شمارت رو میده، میگه برو زنگ بزن به پهلوی با اون کار کن. تو دیگه برای ما قپی مبارزه نیا. رضا پهلوی بر اساس این سنت تاریخی و این ویژگی‌های خانواده‌اش هیچ دستاورد دموکراتیک یا باورهای دموکراتیک نداره، حرفشو میزنه. این نشون میده که ایشون یک کاراکتر باثبات نداره که ما بخوایم روی اون بنا بکنیم بگیم که آره اگه این اومد دموکراسی میتونه در ایران تحقق پیدا کنه. اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. جز فحاشی، جز برخوردهای زشت با مردمی که نظر دیگری دارن یا این باور رو ندارن که بازگشت سلسله پهلوی میتونه آلترناتیو مثبتی برای آینده ایران باشه. شما ببینید که چه در فضای مجازی و چه حتی در تظاهرات خیابانی فحش‌های رکیک و کتککاری و خیلی کارهای زشت کردن. خب اینهایی که امروز در خارج از کشور رفتارشون اینه، فردا در ایران قدرت سیاسی رو به دست بگیرن، در واقع بدتر از محمد رضا شاه و رضا شاه خواهند کرد. ایشون هر کاری بکنه قائم به ذات مردم ایران نیست. ایشون یک عنصر وابسته به دولت‌های بیگانه است. با کمک این دولت‌های بیگانه میخواد در ایران به قدرت برسه. یکی از خاصیت‌های جلسه اخیر مونیخ برای بچه شاه این بود که اون رو توی یک فضای قرار داد که بیشتر توی توهماتش فرو برد، طوری که فرصت رو مغتنم شمرد که مدعی بشه پدر ملته و اینطوری خودش رو بالای دست همه بنشونه. بدانید که برای من بهترین لقب ممکن همون لقب پدری است که به من داده اید و برای پدر بودن نیازی به هیچ مقامی ندارم. به به، رو دست کینگ رضا پهلوی لقب پدر ملت ایران رو هم با رضایت نفس تمام روی خودش میذاره و عرضه میکنه به جمعیتی که حالیشون نیست که با این لقب رو دست کینگ رضا میزنه. یعنی پدر ملت رو دست هر اعلی حضرت. اون جمعیت کیان که برای این جمله متوهمانه دستم میزنن؟ راه میبره به همون خدای هر ایرانی که هیچ کدوم از اینا به روی مبارک نیاوردند و هضمش کردند. خدای هر ایرانی، خدای هر ایرانی، خدای هر ایرانی. حالا راستی سوال، میخوایم ببینیم فقط 21 میلیارد دلار اون هم نقد فقط در بانک‌های سوئیس غیر از بانک‌های آمریکا یا بانک‌های کشورهای اروپایی دیگه که شاه از پول نفت مردم ایران دزدید چی شد؟ مگه پدر ملت نباید خرج ملت رو بده؟ تو که میخوای صندوق اعتصابات درست کنی اول پولای سرقت شده رو بده به پناهندگان ایرانی، اعتصابی ها، کارتون خواب ها، کلیه فروش ها. ببین توی جامعه معمولا رسمه که پدر خرج خانواده رو میده. تو به من بگو توی این 45 سال با خرج کی زندگی کردی؟
و خرج کی رو دادی؟ این همه سفر و سیر و سیاحت و تو این سالیان با پول کی انجام شد؟ شغل شما چه هستش آقای رضا پهلوی؟ والا الان از زمانی که پدرم فوت شدن و من وارد صحنه سیاسی اپوزیسیون ایران به نظام جمهوری اسلامی شدم، الان بیش از 30 سال میگذره و در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده در این سالها. آقای پهلوی برای این شغل درآمدی که ندارید، من منظورم درآمدتون از چه راهی به دست میارید؟ نه خب درآمد که نداره، به هر حال هر کاری آدم بتونه بکنه در حد توانش انجام میده و من خوشبختانه با کمک خانواده‌ام تا با تونستم لااقل زندگیم بگذره برای که بتونم تمام وقتمو بذارم برای این کار سیاسی. یعنی همسرتون شاغل هستن آقای پهلوی؟ خیر، همسر من البته مدتی کار میکرد ولی به طور کلی در حال حاضر نه، فقط ما در حال مبارزه هستیم و بیشتر هزینه ها رو با کمک خانواده خودم، خصوص مادر خودم که تا به حال من رو کمک کردن تا اینکه من بتونم تمام وقت به این کار بپردازم. پس خودش داره میگه که هیچ شغلی نداشته تو این 45 سال و فقط داره با پول خانواده و مامانش زندگی میکنه. مامانش پول از کجا آورده؟ چقدر از پولها و املاک و مستقلات و حتی جزیره‌ای که این طرف و اون طرف شاه خریده بود به خودش رسیده و چقدرش به مامانش رسیده؟ سهم خواهر و برادرش هم که خودکشی کردند لابد قسمت بیشترش رسیده به اون. پس ببین، اگر کسی میخواد ادعای پدری ملت بکنه، اول باید اون پولهایی که از حساب این ملت برداشته رو برگردونه، نه اینکه با پولی که از ملت ایران چاپیدین 45 سال ولگردی بکنی بعد حالا بیای بگی به من لقب پدر بدید، که تازه اینا علاوه بر اون پولهایی که از این یا اون دولت گرفتی و اون انصاری که دفترت بود 30 و چند سال پیش افشا کرد. طرف با 100 خورده میلیارد دلار گذاشته رفته 46 سال بدون سوپرمارکت افتتاح نکرده. من میگم 4 تا نیرو زیر دستش بوده، میتونه یه جایی رو اداره کنه، فقط نشسته مفت خورد. اونم کی؟ پول من و تو. چطور عقلت بهت فتوا میده که چنین آدمی میتونه یک کشور مثل ایران رو اداره کنه؟ این که اصلا حرف تو درست، پدرش سازنده. اگه یه آدمی باباش جراح باشه، توی مغز فندقی قلبتو مغزتو دست پسر علاواتش میدی که 2 کلاس بیشتر درس نخونده. نظر چیه؟ بعد پول و ثروت که جای خود، این حتی حاضر نیست برای اون ملتی که میخواد پدرشون باشه کمترین زحمتی بکشه. این ادعا نیست، اعتراف خودشه. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه ای نیست. نه. خیلی خب، از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. معنی این نگاه خاصش هم اینه که بدون کمترین هزینه، مفت و مجانی یه چیزی گیرم بیاد. اگر شد که چه بهتر، اگر هم نشد من که دارم زندگی راحتم رو میکنم. بعد تازه این بچه شاه کسیه که اطرافیانش میگن تو هنوز شخصیتت هم شکل نگرفته، اینقدر تو ناز و نعمت نگهت داشتن اصلا نمیتونی درد این ملت رو فهم کنی. بفرمایید، اینم افسر گارد جاویدان که به خون مجاهدین هم تشنه بوده. رضا پهلوی وقتی که بچه بود، قنداقی بود، پوشکش میکردن، پرستار فرانسوی داشت. شاه و شهبانو اینا شبا که نبودن، اینا که بچه داری نمیکردن که. روزا که کارهای دولت و مملکتی بود، شبها هم به مهمونی بود. تو کاخ این بچه میمون تو یه اتاقی با اون پرستار فرانسوی. این ول بوده. شاه گفته بود که باید دست ولیعهد بپرسید. ارتش شده مملکت عکسش هست. مویس اومده داره دست بچه 6 ساله رو میبوسه. این نونور بار اومده، لوس بار اومده. اونه که تمام حرفای رضا پهلوی یک رو بیشتر حقوق بشر، جمهوری اسلامی، بعد نمیدونم آزادی فلان، خب این که همه بلدن بزنن که. این 1 ساعت در عمرش کار نکرده، 4 تا آدمو این راه نبرده، یه مدیریت یه مغازه بقالی هم نداشته. آخه ما از کجا بدونیم یه مملکت 90 میلیونی رو 2500 ساله رو شما میتونید دست این کسی که احساسی افتاده دنبال این که شاه کینگ فقط برگر کینگ، این رضا پهلوی به دردمون نمیخوره. به نظر شما آقای رضا پهلوی به چه درد میخوره؟ اینو به من به شما میخوام قشنگ شما بشه. آقای رضا پهلوی صادقانه، شرافتمندانه به درد هیچ چی نمیخوره. هیچ. یعنی من اصلا نمیتونم یک کاری رو تصور بکنم که رضا پهلوی به دردش میخوره.
یکی دیگه از عد و اطوارهای بچه شاه این ادعای خنده‌داره که از روز اولی که مبارزه رو شروع کرده با تهدید مواجه بوده. خامنه‌ای و رژیم شکست خورده‌اش حالا که بیش از همیشه سقوط را در مقابل چشمان خود می‌بینند، تهدیدهای خود را علیه من افزایش دادند. من اما از همان روزی که این مبارزه را آغاز کردم با این تهدیدها زندگی کردم و هرگز هراسی به دل راه ندادم. میبینید که رژیم از سر بیعقلی اشتباها به جای بچه شاه که دور و برش پر از ساواکی و اطلاعاتیه و اصلا خودش فراخوان همکاری با اونها میده، اشتباها رژیم رفته سراغ کسانی مثل دکتر ویدال کوادراس تا اونها رو ترور کنه. یکی نیست به بچه شاه بگه تو برای خامنه‌ای یه فرصتی، نه تهدید. تا وقتی که تو داری با این کارهات به بقای خامنه‌ای خدمت میکنی، آخه بهترین فرصتی برای تفرقه اندازی. این رو که رسانه‌های رژیم هم قبلا گفتن. وطن امروز، وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی میکند. یه چشمه از این خدمات رو هم با هم در همین جلسه مونیخ شاه پرستو ببینیم که واقعا اسباب شرم هر ایرانیه. در اول همین جلسه سرود شاهنشاهی، سرود رسمی ایران در رژیم شاه رو همخوانی میکنند. قدیمی‌ترها رو یاد کودتای استعماری 28 مرداد میندازه. اونهایی هم که چند سال از ما بزرگترن میگن حتی وقتی میخواستن یکی دو ساعت برن سینما، فیلم سینمایی ببینن، در تمام ایران، در تمام سینماها باید به اجبار قبل از دیدن فیلم بلند میشدن، سر پا می ایستادن تا سرود شاهنشاهی اجرا بشه و ملت هم بفهمی نفهمی بایستی در سرکوب و اجبار همراهی میکردند. به شعار فاشیستی جاوید شاه هم که میرسید، همه جمعیت با رگ گردن باد کرده تکرار میکردن. اینم یک صحنه از شعار فاشیستی جاوید شاه که کم از هایل هیتلر نداره و هم میدونن که بعد از جنگ جهانی دوم جرم محسوب میشده. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، بلند فریاد بزنید، نترسید. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. بنابراین ادعای این که این یه همایشی بوده از همگرای گروه‌های مختلف از چپ و راست و جمهوری خواه و اینا در همین تصاویر و شعارهایی که دیدید دود شد و پوش از آب در اومد. این هم یک صحنه ننگین و شرم‌آور دیگه که اهانت بت‌پرستانه به تمام مردم و تاریخ ایرانه. در هر صورت من میخوام یه چیزی بهتون بگم، چون همه حرفا رو زدن، ولی میخوام بگم من هیچ دینی رو قبول ندارم، اما کعبه من یک شخصه. جالب بدونید که عکس این بسیجی که به بچه شاه سجده میکنه در کنار قالیباف هم هست، یعنی این یکی هم مثل بقیهشون از قبل سابقه فضاحت و جنایت داشته. داستان بطری آب و بچه شاه هم یک ترکیب جالبیه. هر وقت که به هم میرسن یه اتفاق میفته. این بار هم وسط سخنرانیش دوباره بطری آب براش ماجرا شد. امروز و در سوی دیگر دروازه است به سوی نور. بطری گذاشتی همینطوری اومدی؟ خب این الان دوباره با کتش میره باز میکنه. برو سری بطری رو باز کن تا آبرمون نبرده. این رژیم همراه خود ایران و ملت بزرگ ما را نیز به ورطه نیستی بکشاند. رهایی ایران از جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت ملی. تو دیگه چی آوردی؟ تو هم بطری آوردی؟ میخوای حتما خودتو نشون بدی؟ باشه تو هم برو بذار. امور را به دست دولت منتخب خود بسپار. بابا عجب افتضاحی شد، مگه اونجا پیشخونه که بطری‌ها رو چیدی؟ تصویر خراب کردی، برو جمعشون کن. برنامه‌هایشان را در یک فرایند دموکراتیک به رأی ملت بگذارند. من 45 سال است
کسانی هم که توی جلسه آورده بودند همه از طیف بقایای ساواک و ریزشی‌های رژیم بودند. یه تعدادی هم گویا آدمای ساده‌لوحی بودند که بازیشون داده بودند و در نهایت هم همه فقط اومده بودند که بچه شاه رو تایید کنند. 2 روز همش فکرم درگیر اینه که دیدم این رضا پهلوی نشست برگزار کرده به اسم اتحاد و نمیدونم تشکیل وحدت و اینا، بعد طرفداراش هم جلو در شعار میدادن مرگ بر چپی مجاهد. خواستم بگم با کیا اتحاد برقرار کرده؟ سلطنت طلبا و پادشاهی خواه؟ یکی اینا رو جمع کنه بابا. در غیر از اون ما کسی بجز طرفداران آقای پهلوی رو در این طیف نمیبینیم و مشکل اینجا چی هست؟ مشکل یعنی همه طرفدار آقای پهلوی هستن. کسی نیستش که مثلا بگید تا 6 ماه قبل ایشون طرفدار آقای پهلوی نبوده، الان اومده گفته من در همکاری ملی میام. و میدونیم که کسانی بسیاری هم نیومدن دیگه. آقای براتی مثلا اومد اعلام کرد، حالا کسای دیگه رو من شخصا میشناسم، مثلا من حداقل 7-8 نفر میشناسم که دعوت شدن و حاضر نبودن مشارکت بکنن. چرا حاضر نبودن مشارکت بکنن؟ دیگه آقای پهلوی و تقلیل داد خوش رو به رهبر جناحی و اون چه جناحی؟ می‌کنم به جناحی که به شدت در ستیز هست با بقیه جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی. ببینین اینها بقیه ما کسایی که چپ هستن، کسایی که به قولشون 57 هستن، یعنی هر کسی که سابقه سیاسیشون حمایت از انقلاب 57 بوده و کسانی که به هر منظور آقای پهلوی رو قبول ندارن، اینها قطبی سازی میکنن علی اونها. یعنی قطبی سازی رو جمهوری اسلامی و مخالفینش نمیبینن، قطبی سازی رو پهلوی و مخالفینش میبینن و این به اتحاد نیروهای مخالف حکومت، نیروهای خواهان دموکراسی در ایران رد میزنه. و نکته بسیار نگران کننده تر نیستش که طرفدار دموکراسی هم نیستن، یعنی کسانی که طرفدار ساواک هستن، طرفدار پرویز ثابتی هستن، این چهرهایی نیستن که طرفدار لیبرال دموکراسی. و من فکر می‌کنم ساواک روسفیدترین سازمان اطلاعاتی یک کشور است امروز. یک کشور است امروز. خب این رویای جمهوری اسلامی دیگه، که بگی که آقا تنها نوع شما اگه مخالف جمهوری اسلامی میخوای باشی حتما باید هم طرفدار ساواک باشی که خب طبیعتا ما که دموکراتیک نمیتونیم باشیم، هم طرفدار پهلوی باشی، هم باید حتما کعبه کنی و کعبت ایشون باشه و باید زمین رو ببوسی و احتمالاً سرود شاهنشاه ما زنده باد بخونی که همونجوری که خوندن و اینها. وقت بخیر و خدا نگهدار.